با تشبث ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی در ولایت سوخت در چند از میکروناحیه‌های شهر خوجند کارهای بی‌ضررگردانی گذرانیده شد با مقصد پیشگیری نمودن ویروس کووید 19 بناهای استقامتی و کوچه‌ها و موضع‌های جمعیتی را بی‌ضرر گردانیدند. در این سمت ریاست همکاری را با خدمات دولتی نظارت سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند جانب نمود. شروع از سال 25 مای تا 2 ایون ریاست برای پیشگیری نمودن کرونا و دامن پهن نکردن آن تمام چاره‌ها را عملی نمود. محلول‌های بی‌ضرر کننده از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند دسترس کرده شده است. الیاس حاجیف رئیس کمیته محلی تیمورملیک افزود که سالمی جامعه کفیل آبادی کشور است. متصدیان برای پیشگیری کرونا شبانه روزی زحمت میکشند. ساکنان باشند در نوبت خود با رعایت کردن قاعده‌های پیشگیری برای برطرف کردن آن سهم خود را گذارند. بسیار از این جانب از این طرف ریاست کارها بی‌ضرر گردیدن است که مردم میندار خود را به مقامات اجرا کننده دولت شهر خوجند ولایت و ریاست رئیس کار فوق‌العاده خود را میرسانند. از فرصت استفاده برده میخواهم خواهش میکنم که از مردمش خوجند شهر جمهوری تاجیکستان که در خانه شینند خیلی که میبینه تازه هم تلویزیون رو همین خیلی شد که خانه شینیتون گفته از شما التماس مردم که خانه شینیتون که تا همین کسلیت سر از بین رود. با جز موضع‌های اهالی نشین و کارخانه و تشکیلات‌ها نیز با استفاده از دارو پوشک‌های محرک‌دار و محلول‌های گیدروخلورید ناتری بی‌ضرر گردانیده شد. در شهر خوجند در این دوره 155 بنای بلند آشیانه در میکروناحیه‌های 3، 8، 12، 27، 28، 18 و 20 و تشکیلات و اداره ها تازه کرده شد. در مجموع 95895 متر مربع بی‌ضرر گردانیدند. سرداری بینایی من محله 8 خانه 102 هستم. من بسیار سپاسگزارم که این دوی مراتب می شود که من کارمندانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده بناهای ما را از این وبای امروز بسری همه مردم ما آمده به تشویش مانده بی‌ضرر کرده ایستادند. از من رئیس ولایت ما رجب احمدزاده، رئیس شهر ما معروف محمدزاده، پیش از جناب عالی پیشوای ملت بسیار ما شهروندان و استقامت کننده ها بسیار هم سپاسگزاریم که با همه تشویش ها نگاه نکرده از اهالی ما من با یک خیلی بی‌ضرر گردانده ایستادن. ما هم من استقامت کنندگان به وای دستگیری کرده ایستاده تازه که داشتیم بناهای همش خلار کردیم تازه که ایستادیم. ما میخواهیم که بسیارتر پیشتر تمام شود و اسمی تشویش‌ها تمام جهان خلاص شود. از روی مقررات موجوده دسته زود عمل ولایت دوامی چند شبانه روز فعالیت نمودند. حالا خلف خال محمد سرداری شعبه حفظ اهالی و حدود ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی در ولایت سوخت تاکید کرد که کارمندانی که برای پیشگیری کرونا عهده‌دار هستند در شهر و ناحیه‌های ولایت در سطح بلند وظیفه خود را انجام داده ایستاده‌اند. از جانب گروه مذکور داخل درآمدگاه‌های بناها نزد درآمدگاه بناهای اساسی و گرد و اطراف آن بی‌ضرر گردانیده شده ایستادند. کارها در این سمت نیز در روزهای آینده نیز در دیگر محله‌های شهر خوجند دوام داده می‌شوند. با برابر گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی اینچنین از هر یک ساکن شهر خوجند خواهش کرده شد که باید در این دوره به تمام قاعده‌های پیشگیری رعایت کنند. اکنون ساکنان را مسئولیتی بیشتر می‌باید.